کسی مرگ را زیاد یاد بکنه خدا سه نعمت یا سه خاصیت به او میده و نصیب میکنه. یکی تعجیل التوبتی، تعجیل التوبتی، کسی مرگ زیاد یاد بکنه باز زود توبه میکنه. و قناعت القلب، دو دلش قانی میشه به چیزی که خدا داده، به مو چیزی که سهم و رزق و روزیشه به مو قناعت میکنه. به درویشی قناعت کن که سلطانی خطر دارد. و نشاط العبادتی، سومی که عبادت با نشاط انجام میده. این تنبلی، کسلی، بالاخره بی نشاط، بی رغبت ما و شما نماز میخوانیم. گفتن که وقتی که انسان مرگ زیاد یاد بکنه باز نماز با شوق علاقه میخوانه. اون یک صفت منافقین همی بوده، الا وهم کسالا، یعنی به نماز که بالا میشن بسیار تنبل، بسیار دلسرد، بسیار افسرده به نماز بالا میشن، با شوق و شور بالا نمیشن. اون حضرت لفاف فرمودن که وقتی مرگ زیاد یاد شد باز همین نفاق از دل بیرون میشه. ای که به نماز بامداد تنبلی یا بالاخره دلسردی یا افسردگی، پژمردگی، خوب بالا نشدن، شوق و نشاط نداشتن، او همون نفاق در دل. مرگ زیاد یاد شد میگن این نفاق از دل بیرون میشه، باز با شوق و شور بالا میشه به نماز. و من نسی الموت عوقب بثلاثه اشیاء، اینمی که یاد مرگ نشد خداوند او را به سه عذاب گرفتار میکنه. خب اونمو عذاب وجدان میگیره او را. حضرت اسرائیل پیش حضرت داوود نبی آمد، گفت که من انت. حضرت داوود پرسان کرد که شما کی هستین؟ شما مهمان که آمدین کی هستین شما؟ حضرت اسرائیل گفت که مرا نمیشناسی؟ من لا یهاب الملوک ولا یمنع من القصور ولا یقبل الرشا. گفت من اونم تو یک کسی هستم که از هیچ پادشاهی نمی ترسم، هیچ قصر و بلدینگ و سیم خاردار جلوی مرا گرفته نمیتونه، هیچ رشوه و فدیه و کفاره و پارتی و پول و پاره را نمیپذیرم. اونم تو یک آدمم، مرا نمیشناسی؟ از هر جا میتونم وارد بشم، هیچ فدیه و کفاره و پول و پاره را قبول نمیکنم، جلوی مرا هیچ سیم خاردار گرفته نمیتونه. اونم تو یک آدمم، اونم تو یک کس هستم. حضرت داود خب پیغمبر بود، گفت فاذا انت ملک الموت، خی تو اسرائیلی، ای تو کسی که این صفات داره، خب آنچه که من میشناسم تو اسرائیلی. بعد گفت آری من اسرائیلم. گفت خب به خاطر چی آمدید؟ ولم استعد بعد. حضرت داود گفت من خو آمادگی ندارم. چطور آمدین شما؟ من خو آمادگی ندارم. حضرت اسرائیل گفت که ای داود، یا داود آمادگی نداری؟ این فلان قرینک، اون همسن و سالای تو کجاست؟ اینجا خب دیده نمیشه در قریه شما از همسن و سالات خب کسی نمانده. این فلان جارک، او همسایه های شما کجاست؟ یکیش همسایه خود دیده نمیشه، همه رفتن، شاهان همه رفتن و خاقان همه رفتن، که شما چطور آمادگی ندارید؟ ما كان لك في هؤلاء عبره لتستعد. تو همی قدر پند و اندرز نگرفتی؟ همسایت، تابوت همسایه بر آمد و تابوت همسن و سالت بر آمد و 80 ساله ها و 90 ساله ها همه رفتن، تو هنوز آمادگی نگرفتی؟ چطور آماده نگرفتی؟ حضرت اسرائیل به حضرت داود گفت. لذا اون در احادیث و روایات هم آمده، بزرگان میگن امیر ریشی سفید ما، اون همی یک در حقیقت سفیر و پیک رسان و
صندوق پستی و نماینده‌ای که تلنگری در وجدان تو کم کم بالاخره زکنال میته، این یک تار موی سفید شد زکنال میته که مرگ نزدیک شده. عالی حضرت ابراهیم ادهم خو ولی خدا بود رحمت الله علیه. ابراهیم ادهم را قصهش کلامش را نقل کردن که ابراهیم ادهم میگفت لن ینال الرجل درجة الصالحین حتی یجوز 6 عقبات. میگه انسان صالح نمی شود، یعنی آدم به درجه صالحا و نیکوکارا نمی رسد تا 6 کمربند عبور نکنه، یعنی 6 قفل نشکنه. چطور؟ یغلق باب النعمه و یفتح باب الشده. دروازه نعمت بر رویش بسته شود، دروازه شدت و سختی ها آمدن بگیره. نعمت بسته شود، سختی و مصیبت آمدن بگیره. یک. و یغلق باب العز و یفتح باب الذل. عزت از دستش رفتن بگیره و ذلت آمدن بگیره. و یغلق باب الراحه و یفتح باب الجهاد. آرامش و آسایش را ترک کنه، جهاد و تلاش و مبارزه را شروع کنه. و یغلق باب النوم و یفتح باب السحر. دروازه خواب قفل بزنه، بسته کنه، بیدار خوابی را شروع کنه. و یغلق باب الغنا و یفتح باب الفقر. دروازه ثروت و سرمایه را بسته کنه، فقر دروازهش باز کنه. و یغلق باب الامل و یفتح باب الاستعداد للموت. این امیدای دراز خدا دروازهش را ببنده و آمادگی مرگ را بگیره. او وقت بعد آدمی صالح میشه، به درجه صالحین میرسه. در غیر از اونه از حاتم اصم پرسیدن که کیف اصبحت؟ صبح که از خواب بالا شدین خو میگن صبحتان بخیر، چطور شد؟ شب بخیر تیر شد؟ حاتم اصم را گفتن که کیف اصبحت؟ شب بخیر تیر شد، چطور شد؟ صبح شما چطور؟ حاتم اصم گفت کیف یصبح من اجله قریب عمله بعید والموت امامه والقبر مسکنه. شب چطور تیر میشه؟ چطور تیر شود شب همون کسی که اجلش نزدیک و امیدش دراز و جای بود و باشش قبر است و مرگم در پیش رویش است؟ ای چطور شب خوب داره، شب خوب نداره؟ بله، یعنی یک کسی که در پیش رویش مرگ است و محلش هم جای رفتنش هم قبر است، شب ما خوب شب سپری نمیشه. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن اکثروا من ذکر هذه اللذات. مرگ را زیاد یاد کنید، امو خواهشات و لذتهای شما را می شکنانه. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه در هفته یک بار مردم را جمع می کردن، علما را می گفتن از مرگ یاد کنید. رسول اکرم صلوات الله علیه گفتن که الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. عاقلان و هوشیاران کیاین؟ زیرک امو کسی است که نفسش را مدیریت کرده و مرگ را، آمادگی مرگ را زیاد گرفته. اینها زیرکن، هوشیارا ایاین. لذا الله می فرماید کل نفس ذائقة الموت. هر انسان چشنده مرگ و از این دنیا رفتنی است. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه می فرمایند که لو ان البهائم، اگر همی چارپایا و حیوانات تعلم من الموت ما تعلمون، همه اندازه‌ای که شما میفهمید اگر همی حیوانات بفهمن مرگ را، ما اکلتم سمینا، در دنیا هیچ مال فربی و چاق دیده نمیشه. حضرت رسول الله گفتن امو چیزایی را که پیامبرا
در رابطه با مرگ شما را خبر کرده. نه شما خود میفهمید. اگر حیوانات بفهمن در دنیا مال فروه و چاق پیدا نمیشه که گوشتش را بخورید. همه از یاد مرگ لاغر میشه. چه فایده داره یاد مرگ؟ فإنه یمحص الذنوب و یزهد فی الدنیا. میگه گناه را مثل آتش میسوزانه و بالاخره از دنیا بی رغبت میکنه آدم. آنچه که انسان را هلاک میکنه خود رغبت و شوق دنیاست. از دنیا آدم بی رغبت میکنه.